در پیروی از سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان و به افتخار بزرگداشتی وارد شوی یادگاری‌های فرهنگی امید جهانی فراملی راه ابریشم و به فهرست میراث جهانی یونسکو داخل شدن آن کنفرانس مذکور با اشتراک دایره وسیع عالمان و پژوهشگران مورخان و باستانشناسان وطنی برگزار گردید. در چرابینی مذکور قید گردید که راه بزرگ ابریشم راهی همگرایی مبادله و مکالمه شرق و غرب به حساب رفته بیش از 2000 سال است که در پیشرفت و شکوفایی تمدن بشری سهم ارزنده دارد. راه تجارتی کاروانگذاری که پیوند کننده شرق و غرب به حساب می رفت و در یک فاصله وقت در تمام مساحت اروپا و آسیا موجود بود، در تاریخ با نام راه بزرگ ابریشم معلوم و مشهور است. با این راه بزرگ بسیار کاروانهای تجارتی سفر می‌کردند. کشورها و دولت‌های آسیای مرکزی هنوز زمان قدیم با چین رابطه قوی تجارتی داشتند و محض راه ابریشم این مناسبت‌ها را باز هم بیشتر تحکیم بخشید. از این لحاظ به راه ابریشم و تشبث و تشکل آن همچون گسترش دهنده ارتباط خلقیت‌ها اهمیت خاص داده می‌شود. یک قسمت راه بزرگ ابریشم از منطقه امروزی تاجیکستان از قسمت شرقی تاجیکستان می آمد و با قسمت مرکزی و همچنین جنوب تاجیکستان تا به افغانستان می رفت و قسمت دیگر باشد از قسمت امروزی بدخشان بعدا توسط راه امروزی تاجیکستان شمالی یعنی قسمت منطقه سوخت به آسیا مرکزی به دیگر دولت ها می رفت تا به امپری روم می رسید که البته در این شهرها تاجران یا خود بزرگانان سوخت قدیم باختر قدیم می توانستند مالهای خود را هم به قسمت چین و هم به قسمت شرقی اروپا و همچنین به قسمت امپری روم روان کنند و البته فرهنگ قدیمی تاجیک را در این منطقه ها نیز برقرار کردند که بازیافت‌هایی که از منطقه های چین و همچنین از اروپا پیدا شدند و البته گواه از آن هستند که محض در همین منطقه ها نیز تاجیکان گذشتگان تاجیکان همون فرهنگ خود را مدنیت خود را در اینجا گذاشته بودند. در چرابینی مذکور از جانب اشتراکچیان موضوعهای اساسگذاران راه بزرگ ابریشم، مهاجرت تخاری‌ها و راه ابریشم، دیپلماتی ابریشمی چون اساس تشکل و فعالیت راه بزرگ ابریشم در شکل معرضه‌های علمی ارائه گردیدند. در ادامه چرابینی قید گردید که امروز در اساس آموزش تاریخ انسانیت مردم قطعه‌های گوناگون کوشش می‌کنند که فرهنگ‌های مختلف خود را آموزش دهند. راه ابریشم در سمت تشکل ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی کشورها تأثیر خود را گذاشت. به این وسیله در شهر و کشورهای گوناگون مرکزهای تجارتی بنیاد گردیدند، خصوصا در راه کاروانگذاری آسیای میانه در شهرهای مرو، سمرقند، ترمیز و غیرها نه تنها مرکزهای تجارتی اینچنین مرکزهای علمی و فرهنگی رواج یافته بودند که راه ابریشم این آغاز افکار بزرگ تولید دوستی و همکاری‌های بین کشورهاست. راه ابریشم به حدود تاجیکستان یک چند راه ها بودند. انمی یکم راهش از همین ترمیز از بلخ شروع میشد به ترمیز می آمد و لب دریای پنج تا مرغاب و بدخشان و چین می رفت. یک راهش. دیگر راهش با راه وادی گویم که غرم با وادی غرم تا همونجا می رفت. از ترمیز می آمد با وادی حصار با واسطه انمی دوشنبه همین دوشنبه در سر راه ابریشم پیدا می شود، یعنی 2500 سال پیش 2500 سال از طرف کومیتا با وادی رشت برآمده با چی پیوند میشد. راه ها بسیار بودن با سوخت هم میشد با واسطه همین دیگر که به حدود تاجیکستان در راه ابریشم ده ها شهرها با وجود آمده هستند. با وادی وحش می آمد، با وادی حصار می آمد، یعنی با وادی کولاب می رفتن، یعنی قسمت های دراز و بدخشان قطعی پیوست می کردن. در آخر میان اشتراکچیان کنفرانس در موضوع نقش تاجیکان در تشکل و رشد راه بزرگ ابریشم محاکمه و تبادل افکار صورت گرفته، همزمان اشتراکچیان از اکسپدیسیون آثارخانه ملی تاجیکستان بازدید نمودند.